من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوی دیگه. خب بچه‌ها امروز توی این ویدیو میخوام اشتباهی که خودم توی ربات همستر انجام دادم و بهتون بگم که شما تکرارش نکنید. من حدود یه ماه و 20 روز 22 روزه که این ربات رو استارت زدم و دارم توش فعالیت میکنم و نسبت به خیلی از شما که این ویدیو رو میبینید زودتر رباتش رو استارت زدم. این نکته رو میخوام بهتون بگم که توی زمان کمتر سرعت ماین بیشتری داشته باشید. پس ویدیو رو بچه‌ها حتما تا انتهاش تماشا کنید. علاوه بر این نکته بچه‌ها کارتای کمبو و کد مورس امروز همستر رو هم بهتون میگم که با این دوتا میتونید حدود 6 میلیون سکه رایگان بگیرید. خب بچه‌ها بریم سراغ کارتای کمبوی امروز و نکته هم توی همین کارتا بهتون بگم. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. یکی از کارتایی که امروز باید آپگرید کنید این کارته. من این کارت رو تا لول 17 بردم بالا. توی ویدیویی که الان تامنیلش رو روی تصویر براتون میذارم من بهترین کارتای همستر رو معرفی کردم بهتون که چه کارتایی میارزه که بیشتر آپگرید بشن نسبت به بقیه کارتا. لول این کارت رو نگاه کنید بچه‌ها من تا 17 بردم بالا. الان واسه یه لول اپ دیگه از من 4 میلیون سکه میخواد. 4 میلیون فقط واسه یکی از اون سه تا کارتا که الان من اینو آپگرید میکنم. این 4 میلیونی که بچه‌ها من میدم کلا 700 تا سرعت ماینمو میبره بالا. کارت بعدی هم همینجاست که این یکی حدود 700,000 تا میخواد که این کلا سرعت ماینمو 500 تا میبره بالا. و کارت سوم هم بچه‌ها اینجاست توی بخش تیمه که این کارت هم بچه‌ها همونطور که میبینید 2,200,000 تا سکه از من میخواد و کلا سرعت ماینمو 253 تا میبره بالا. جمع این سکایی که بچه‌ها من دادم حدود 6,900,000 تاست. 6,900,000 تا دادم که 5 میلیون سکه بهم بده. کلا هم سرعت ماینمو این سه تا کارتی که آپگرید کردم حدود 1400 تا برد بالا. حدود 6 میلیون خورده من خرج کردم که کلا 1400 تا سرعت ماینم بره بالا و عملا اون جایزه 5 میلیونی واسه من هیچه. اگه بخوایم بدون اون جایزه حساب کنیم 1,900,000 تا من سکه دادم که کلا 1400 تا سرعت ماینم بره بالا و این اصلا نمیصرفه. و توی اون ویدیو هم بهتون گفتم کارتا رو با اون فرمولی که گفتم حساب کنید ببینید کدوم کارتا میارزه و همونا رو زودتر از بقیه آپگرید کنید. این اشتباهی بود که من انجام دادم و لول بیشتر کارتا رو بچه‌ها تا 16 و 17 بردم بالا. باید اینا رو یکم پایین‌تر نگه می‌داشتم. کارتایی که سود خیلی کمی میدن و باید پایین‌تر نگه می‌داشتم و این اشتباهی بود که من انجام دادم. الان بچه‌ها بهتون نشون میدم یه کارت دیگر رو که ببینید چقدر فرقشونه. توی بخش کارتای ویژه مثلا این کارت بچه‌ها نگاه کنید 3,600,000 تا میخواد، لولش 14 است. اینو اگه من 3,600,000 تا بدم سرعت ماینمو 3,860 تا میبره بالاتر و خودتون حساب کنید اون سه تا کارتو براشون 6 میلیون خورده ای دادم کلا سرعت ماینمو 1400 تا برد بالاتر. این یه دونه کارت کلا 3,600,000 تا از من میخواد و سرعت ماینمو 3,800 تا میبره بالاتر. تقریبا 2 برابر اون سه تا کارت سرعت ماینمو میبره بالاتر ولی نصف اونو از من سکه میخواد. به این بچه خیلی دقت کنید همه ی کارتاتون و لولاشون رو نبرید بالا. یه فرمول توی ویدیویی که الان تاملش روی تصویر براتون میذارم گفتم با اون فرمول حساب کنید ببینید کدوم کارتا میارزه اول اونا رو آپگرید کنید و تا لولای بالای 10 و 15 ببرید همه ی کارتاتون رو خیلی لولاشون رو نبرید بالا که مثل من اینجا ضرر کنید. یه سری از بچه‌ها لولاشون دیگه خیلی بردن بالا و اصلا الان نمیصرفه که بخوان اون چالش 5 میلیونی رو انجام بدن و کلا انجام نمیدن اون چالش 5 میلیونی رو چون بیشتر براشون ضرره تا سود. پس حواستون رو جمع کنید کارتایی که سود بیشتری میدن و آپگرید کنید اول و بعد اگه خیلی سکه اضافه آوردید و اینا بیاین کارتایی که سود کمی میده رو تا لولای 10 و 15 و اینا آپگرید کنید. پس حواستون به این